وابسته به آنه که رفزنه زمستانه ترانسفری هم در چمپیونات‌های کشورهای پیشقدم اروپایی به انجامیابی خویش نزدیک رسیده است، در بازار اجاره‌گیری سرشمار و خریدکنی چشمرس هم انجام شدند که در همین فرصت‌ها منظورتان می‌گردانیم. همین طریق کریستال پالاس بهترین عمله‌آور ماینز ماتتا را به مهلت 1.5 سال با حق خریداری 15 میلیون یورو به اجاره گرفت و در خصوص گزارش ژان فیلیپ ماتتا هم اعلان نمود. بنا به معلومات سکای اسپورتس، فرانسوی 23 ساله 2.7 میلیون پوند و یا که 3 میلیون یورو ارزش پیدا نموده است. پس از انجامیابی مهلت اجاره، پالاس میتواند ماتتا را بر عوض 13.4 میلیون پوند یا خود 15 میلیون یورو خریداری نماید. اگر این حمله‌آور در پرمیر لیگ انگلیا 15 بازی در هیئت اساسی گذراند، در چنین صورت نقطه خریداری بازیگر حتمی دانسته می شود. ماتتا باشد عین زمان بهترین عمله‌آور ماینز دانسته شده، در 15 بازی‌های موسم جاری بوندسلیگا 7 گل زده و 1 پرتافت گل‌آور هم اجرا نموده است. استون ویلا باشد در این میان سانسون را از مارسل خرید و گفته می شود که برای نیم حمایتگر 14.5 میلیون پوند پرداخت میکنند. دست از شهر برمینگهم با همین از خریداری مورگان سانسون اعلان نموده. فرانسوی 28 ساله با جانب ویلا شرطنامه به مهلت 4.5 سال امضا نمود. برمینگهمی‌ها در علاوه کار از شرط‌های علاوگی قرارداد افشا نکرده. گفته میشد که از برای سانسون نخست باید که 14 میلیون پوند پرداخت میشد، اما بعداً مبلغ گزارش تا به 15.5 میلیون بالا رفت. دسته لندنی دیگر در سیمای تاتنهام باشد دروازه‌بان 22 ساله آستین را به اجاره به اورلاندوی MLS روانه نمود و با همین دیگر دروازه‌بان دسته تاتنهام برندن آستین ادامه مسند ورزشی در آمریکا میکند. مهلت اجاره دروازه‌بان اورلاندو سیتی با حق خریداری 6 ماه را تشکیل داده. در موسم جاری آستین به طور اجاره در صف ویبورگی کشور دانیا هنرآزمایی می‌نمود. در این میان از چلسی هم فراموش نمی‌کنیم که در میان موسم فرانک لمپارد را از کار جواب داد و توماس توخل چند پیش بیکار شده را بر سر قدرت اشرافزاده‌ها جایگزین کرد. از باشگاه چلسی اعلان کرد که حمایتگر فیکایو تاموری به طور اجاره به صف میلان گزارش کرد و مهلت اجاره بین باشگاه‌ها تا آخر موسم در نظر داشته شده است. همچنین گفته می شود که میلان می تواند بازیگر انگلیسی را بر عوض 28 میلیون یورو خریداری نماید. تاموری باشد در صف میلان تحت رقم 23 برآمد نموده خود دستپروری اکادمی چلسی می باشد. فیکایو تاموری 27 بازی در هیئت کبودا گذرانیده، در همین موسم تنها 1 بار در پرمیر لیگ انگلیا به میدان برآمده است. وولورهمپتون باشد به اسپانیا چشم انداخته از سوسییداد ویلیان ژوزه را به اجاره گرفت و با همین از امضاکنی شرطنامه با حمله‌آور ریال سوسییداد به همگان گفت. برزیلی در صف گرگان باقی مانده موسم را پشت سر نموده بر زمین وولورهمپتون دارای حق خریداری این بازیگر می باشد. در صف سوسییداد باشد ویلیان ژوزه از سال 2016 برآمد نموده 62 گل در 170 بازی به ثمر رسانیده است. در همین موسم باشد این فوتبال باز در مسیر 13 بازی‌های لالیگا 3 مراتب از زدن گل دست یافته، همچنین 1 پرتافت گل‌آور هم در آمار دارد. تغییرات دیگری مربیگی در انگلیا باشد این جای کاری نو پیدا نمودن میک مکارتی پس از کاری 4 ماه در اپایل می باشد. سرمربی میک مکارتی بعد از یونان خارج شدنش در انگلیا من بعد کاردیف سیتی را تمرین میداد و این مسئولیت را به مکارتی تا آخر همین موسم باور کردند. کاردیف سیتی باشد چند پیش نیل هاریس را از کار جواب داد پس از آنی که دسته در 6 بازی اخیر دچار باخت پیهم شده است و این هم با در نظر داشت بازی چمپیونشیپ و جام انگلیا می باشد. کاردیف باشد عین زمان در دیویزیون دوم انگلیسی مقامدار زینه 15 است. اساسی ترین ارتباط ترانسفری زمستان امسال باشد در اجرای آرسنال انجام یافت، زمانی که دسته استن کرایانک مؤلف بهترین پرتافت‌های گل‌آور در عالی ترین مسابقات‌های فوتبالی را به یک آسانی به سمت خلیج بوسفور فرستاد. همگان می‌دانند که سخن البته سر مسعود اوزیل می‌رود. چطور می‌دانیم مسعود اوزیل از لندن هنوز هفته قبلی بیرون شده بود، ولیکن آرسنال در خصوصی به فنربخچه گزارش کردن فوتبالباز 32 ساله تنها پس از انجامیابی رسمی گزارش اعلان کرد. تیم لندنی این بازیگر ترک‌تبار آلمانی را سال 2013 از ریال با ارزش آن وقت رکوردی 50 میلیون یورو خریداری نموده 44 میلیون به طور فوری پرداخته شده بودند و 6 میلیون دیگر به شکل علاوه پولی ها. در صف کانونیرها باشد اوزیل
4 مراتب به گرفتن جام انگلیس دست یافته، یک باری دیگر در بازی برای سوپر جام انگلیس دست بالا شده بود، در حالی که در 250 بازی گذرانیده‌اش با پیراهن توپچیان 71 گل زده و 44 مراتب دیگر به همدستگانش امکان گلزنی را سازمان داده است. ولی با آمدن ارتتا به سری قدرت در امیریتس از ماه مارت سال 2020 اوزیل دیگر به میدان نبرآمده، با سبب‌های راضی نبودن به کمکنی معاش در شرایط پاندمی و جنجال‌ها با راهبریت در موسم جاری عموماً به هیئت وارد نشده بود. همین طریق چطور احتمال می‌رفت نیم حمایتگر ترک‌تبار با خلاص شوی از اسارت مستحکم لندنیا رسما با فنربخچه شرطنامه کاری به مدت 3.5 سال امضا نموده. گفته می شود که در نیم سال اول معاش اوزیل را آرسنال پرداخت می کند. سپس بازیگر نامبرده در صف فنربخچه 5 میلیون یورو هر سال خواهد گرفت. همچنین 2.5 میلیون دیگر به اوزیل تیم استانبولی در شکل پاداش پولی می‌دهد و این هم در حالی است که قرض باشگاه فنر الکی 520 میلیون را تشکیل داده. چند پیش پرزیدنت باشگاه فنربخچه از برای پرداخت معاش اوزیل در حجم 2 میلیون یورو از مخلصان کمک خواسته بود. تقدیر مسعود اوزیل را باز یک بازیگر دیگر آرسنال هم دارد که با رفتن خویش آرسنال از او خلاص شد و از آرسنال گپسری ساکراتیس می رود که پس از قطع کردن شرطنامه با لندنی ها بازگشت به وطن کرد و در وطن بازی المپی تیم اولمپیاکوس افین را انتخاب کرد. بازیگر 32 ساله با اولمپیاکوس شرطنامه مهلتش تا تابستان سال 2023 امضا نموده. به قول سالانه در تیم یونانی 2.5 میلیون یورو کار میکند. ساکراتیس پاپاستاتوپولوس در طول مسند ورزشیش همچنین در تیم‌های به مثل آیاک، جنوا، میلان، وردر و بروسیا دورتموند هم میدانداری کرده است. اما برای وضع مسعود اوزیل باشد لندنیای امیریتس همان زمان بازیگری نو یافتند و هرچند که به مدت کوتاه هم باشد این بازیگر هم از ریال مادرید به لندن تشریف آورد. در این میان آرسنال مارتین ادگار را از ریال به اجاره گرفت و طبق قرارداد اجاره‌ای بین جانب‌ها فوتبالباز نروژی در صف توپچیان باقی‌مانده موسم را خواهد گذراند و الکی برایش رقم 11 هم را انتخاب کرده است. اطلاع داده می‌شد که ریال از برای اجاره بازیگر خویش 2 میلیون یورو کار کرده. همچنین تیم لندنی مارتین را حق خریداری ندارد. در موسم جاری باشد ادگار در صف ریال 7 بازی در لالیگا گذرانیده است. حمله‌ور منچستر یونایتد اودیون ایگالو از ترک تیم منچستری نمودنش اعلان نمود. مشکل است درک نمودن که آرزو انجام می‌یابد، اما من سپاسگزار از آنم که آرزوی حیاتی هم در مثالی به برنمودن پیراهن منچستر یونایتد عملی گشت و همچنین معرفی نمودن این باشگاه بزرگ. این ارزش بزرگی برایم بود که من همه وقت ارجمند می‌گذارم و سپاسگزارم. در ادامه همچنین تشکر به باشگاه و کلی مخلصان میگویم ما شما را دیرباز در منبرها انتظاریم. من همه وقت مخلصی منچستر یونایتد خواهم ماند، گفته می شود در مراجعه ایگالو. قابل قید است که این بازیگر نیگریوی در ماه ینوری سال 2020 به صف امیو پیوسته در عموم در صف دیوان سرخ 23 بازی گذرانده و 5 گل هم زده است. در قسمت فوتبالی نیم جزیره پرینه باشد سوسییداد از سویلیا حمله‌ور کارلوس فرناندز را با ارزش 10.2 میلیون یورو به دست آورد. اسپانی 24 ساله با ریال سوسییداد شرطنامه مهلتش تا سال 2026 امضا نموده. طبق معلومات مارکا ارزش این گزارش 10 میلیون یورو به آگذاری شده است. همچنین 2 میلیون دیگر در شکل علاوه پولا پرداخت خواهد شد. بر زمین سویلیا 20-25% مبلغ از فروش منبعه حمله‌ور را صاحب شده. نقطه خریداری دوباره بازیگر در شرطنامه درج نگردیده است. در موسم جاری باشد کارلوس فرناندز 5 بازی در صف سویلیا در لالیگا گذرانیده بود. پیش از آغاز سخن سری گزارش نوبتی میان دو دسته توپ 5 چمپیونات اروپا، نخست از مناسبت‌های سرد مربیان با بازیگران میگویم که اینجا البته میتوان حکایه‌های به مثال رونالدو بر مقابل کاپلو، ایبرا بر مقابل گواردیولا، کاسیلیاس چون دشمن مورینیو و خلق در برابر اسپالتی را مثال آورد که گزارشی بعدی هم مز از تنش‌های لفظی مربی بر مقابل بازیگر سرچشمه گرفت. زمانی که پس از بازی مرحله گروهی لیگ قهرمان‌ها بر مقابل میتیولاند گومز و گاسپرینی مناقشه با هم کردند، گومز دیگر به میدان کم برآمدن گرفت و البته که باشگاه در نهایت کار طرف گاسپرینی را گرفت و در نتیجه نیم حمایتگر اتلانتا آلخاندرو پاپو گومز به صف سویلیا پیوست و با تیم اندلوسی
شرطنامه مولتش تا سال 2024 امضا نمود. سویلیا باشد در نوبت خود برای این بازیگر 32 ساله 5.5 میلیون یورو جمعی 3 میلیون دیگر در شکل علاوه پول میدهد. خبر میدهد ژورنالیست جانلوکا دی مارسیو. طبق معلومات خبررسان فابریسیو رومانو باشد گومز در تیم نوش 3 میلیون یورو بعد پرداخت اندازها میگیرد. گومز در موسم جاری 10 بازی در سری آ گذرانیده 4 گل هم زده است. چطوری گفتیم او از ماه دکامبر این جانب به خاطر جنجال‌ها با سرمربی جانپیرو گاسپرینی به میدان نمی‌برآمد. در این میان دسته از شایگری موناکو بهترین نشانزن بریوگ دیاتا را برای عوض 16 میلیون یورو خریداری نموده. باشگاه مونیگاسکی در خصوص گزارش نیم ماهیگری تیم بلگیایی کرپن دیاتا به همگان گفت. مونیگاسکو با این بازیگر 21 ساله منتخب سنگال شرطنامه مهلتش تا ماه ایونی سال 2025 امضا نموده. طبق معلومات ترانسفرمارکت موناکو از برای دیاتا چگونه گفتیم 16 میلیون یورو پرداخت میکند. این نیم ماهیگر عین زمان بهترین نشانزن بریوگ دانسته شده در 19 بازی‌های موسم جاری چمپیونات بلژیا مؤلف 9 گل میباشد. علاوه بر این موناکو باز انیکورو را به گالاتاسرای به اجاره داد و تیم ترکیه هم از اجاره وینگر موناکو گنری انیکورو تا آخر موسم اعلام کرد. طبق معلومات سامانه ترانسمارکت چنین ارتباطی ترانسفری برای ترک ها 650,000 یورو ارزش پیدا نموده. استانبولیا علاقه دومین بار این نیگریوی 23 ساله را از موناکو به اجاره میگیرند. اگر به آمار انیکورو نظر کنیم در 4 بازی موسم جاری لیگ یکم گنری انیکورو تنها 1 پاس گل‌آور داده است و خلاص. بروسیا از منچنگلادباخ باشد کانه را برای عوض 9 میلیون یورو خریداری نمود. این بازیگر تا آخر موسم جاری در تولوز میماند. این فرانسوی 19 ساله موسم جاری را به طور اجاره در لیگ دوم گذرانیده تنها تابستان و صفی بروسیا میپیوندد. با جانب گلادباخ باشد کوادیو کانه شرطنامه مهلتش تا سال 2025 امضا نموده. با وجود این امکان دارد که شرطنامه‌اش را به 1 موسم دیگر تمدید نماید. سیسکا باشد بیستروویچ را به اجاره به کاسیمپاشا روان نموده. طبق قرارداد میان جانب‌ها اجاره تا انجام همین موسم مهلت داشته. همچنین حق خریداری را نیز در خود دارد. بازیگر 22 ساله خرواتی در صف سیسکا 88 بازی گذرانیده و زدن 6 گل دست یافته است. در این میان باواریا هم اثبات کرد که در کار پراوج بازار زمستانه ترانسفری واقعا هم در خواب گران نیست. منظوری سخن این که میونخنی‌ها سابق حمله‌ور بازل دیمیتری ابرلین را خریداری نمودند. جانب‌ها با همین شرطنامه با مهلت تا 3 میلیون سال 2021 امضا نموده. شویتساری 23 ساله به صف باواریا 2 شامل می شود. دسته‌ای که در دیویزیون سوم آلمان برآمد می‌کند. چطوری گفتم ابرلین به صف دسته میونخنی چون فوتبال بازی آزاد گزارش نموده چند پیش با بازل شرطنامه قطع نموده بود. همزمان دسته ویرانا سابق نیم ماهیگر یوونتوس و عین حال بازیگر جنوا استفانو ستوراری را به اجاره گرفت و در نقطه اجاره این بازیگر هم به طور معمولی حق خریداری کنی بازیگر وجود دارد. به صف جنوا باشد ستورا را از یوونتوس تابستان سال 2019 برای عوض 16.5 میلیون یورو گزارش نموده. در موسم فعلی ایتالیایی 7 بازی در صف جنوا گذرانیده. همچنین به دروازه خود یوونتوس هم گل زده است. ماتئو موساکو باشد به لاتزیو از میلان گزارش کرد و باشگاه ریمی در خصوص جزئیات گزارش این حمایتگر افشا نکرده است. بنا به معلومات سامانه ژورنالیست جانلوکا دی مارسیو این ارژنتینی 30 ساله از دسته میلانی به پول رفته است. موساکو باشد اصلا در صف میلان از سال 2017 برآمد نموده. در موسم جاری سری آ تنها 1 بازی در صف رسانه‌ای گذرانیده است. یوهان هم وقتی بازی با اتلانتا دستش 0-3 بازی را باخته بود. ژاپنی عموما پیر نشونده سینزی کاگاوا که یک زمان در بروسیا دورتموند درخشش می‌نمود و پس آن در صف امیو در اولد ترافورد هم سر و صدا بلند کرده بود. بالاخره پس از تنفسی نچندان طولانی و پاوک یونانی گزارش کرد. بازیگر 31 ساله با جانب یونانی شرطنامه 1.5 ساله امضا نموده. تیم آخری کاگاوا باشد ساراگوسا از سگونده اسپانی بود که از آنجا کاگاوا تابستان سال 2020 رفته بود. لازم به یادآوری است که سینزی کاگاوا هم در ردیف یوتا ناگاتامو از سابقه‌داران فوتبالی پر افتخاری کشور طلوع کننده آفتاب در اروپا می باشد. اودینزه باشد این مورد فرناندو لورینته 35 ساله را از ناپولی خریداری کرد. لورینته با تیم از شهر اودینه قرارداد مهلتش تا سال 2022 درست نموده. اسپانی همچنین وقتی برآمد در صف تیم‌های چون یوونتوس، تاتنهام و اتلتیک به همگان شناس است. گزارش نوبتی به سری آ باشد
از موجودیت 12مین نماینده پرمیر لیگ روسیه را در سری آ به آمار گرفته است که پس از پند پیرانی کار اساس گرفت. روبرتو مانچینی و فابیو کاپلو که متناسباً یک زمان در زینیت و منتخب فوتبال روسیه کار کردند با گفت کاکورین را در ایتالیا چنان تعریف کردند که تیم قدرتمند فوتبالی از فلورانسیا که در هیاتش ریبری دستان را هم دارد اخیراً باوری به خود پیدا کرده است و کاکورین یک زمان نامعقول شرطنامه طولانی دهد. الکساندر کاکورین باشد اخیراً از اسپارتاک و فیورنتینا گزارش کرد و در این خصوص تیم شهری فلورانسیا رسما اعلان نمود. حمله‌ور 22 ساله روسی باشد هنوز سنه 25 ینور از معاینه طبی در شهر ریم گذشته بود و شرطنامه با تیم فلورانسیا امضا کرد. در صف فیورنتینا کاکورین رقم 91 را اختیار کرد. پس صف اسپارتاک باشد کاکورین تابستان سال گذشته چون فوتبال بازی آزاد گزارش نموده در 10 بازی تنها 2 گل زده است و این 2 گل هم از پنالتی. همچنین کاکورین در طول مسند ورزشی خویش در صف تیم‌های چون دینامو، زنیت و سوچی برآمد نموده. سال 2013 باشد به صف انژی گزارش کرده بود اما در صف تیم داغستانی یگان بازی نگذرانیده و دینامو برگشت. خلاص که به آینده روشنی کاکورین در میدان‌های سبز اروپایی که از آخرین امکانیت راه یافتنش به فوتبال جهانی کهن را عاقلانه استفاده کرده توانست با یک امید بزرگ و چشم روشن نگرستن خیلی مشکل است، چرا که کلی آمارها هم در این مورد دلخوش کننده نیستند و وقت همه را معلوم خواهد کرد. با کاکورین باشد در فیورنتینا برار می‌خواهیم و با شما دوستان عزیز تنصیحاتی را خوانیم. این بود برنامه نوبتی ترانسفر در عمل از گزارش‌های بزرگ. خیر تا برنامه دیگر.